پنجشنبه ها برید قبر خالی رو نگاه بکنید، قدم بزنید بگید من اینجام، همینجا شب من میخوابم. برید این بهشت زهرا ببینید اینا رو میارن غسل میدن، برید اونا که خانوادهشون اجازه میدن برید غسل رو نگاه کنید. بله استحباب شدید داره، هم دفن بکنی هم خودت بشوری، نه که نگاه کنی فقط. برید نگاه بکنید ببینید تا یه ماه ریستارتید. ما داشتیم، اشتباه نکنم جای خوندم، اشتباه نکنم چون در مورد معصوم خود با ترس و لرز دارم میگم که امام سجاد نگین انگشترشون موت بود، مرگ. که هر بار من این انگشترم که دائم تو دستمه، ماهی که تو قنوت چی میچرخونیم نگاه کنیم یاد مرگ میفتیم. من دوستی دارم که عکس قبرستون اون قبرهای خالیشو زده تو اتاقش، یادم نره. اصلا آدم چموشی میکنه وقتی مرگ یادش میاد. والله ذات انسان چیه؟ میدونم مشکل اصلی یهودی‌ها چیه؟ قرآن میگه، سوره جمعه میگه اینا مرگ از یادشون رفته. ببین چه لنگ و لغتی دارن میرزن پدر سوخته های صهیونیستا. این از همین یاد مرگ خیلی مهمه. مولا علی فرمود یاد کنید در هم کوبنده لذات را و تیره و تلخ کننده شهوات را و دعوت کننده جدایی ها را. یعنی چی؟ الموت. یاد کنید، زیاد یاد کنید. حضرت نگاه بکنید تو کلام شریفشون چقدر یاد مرگ هست، چقدر هست، اثر داره. یادمون نره بابا بشینیم یه کمی نگاه کنیم. فیلمایی هست که توی اینترنت هست آپلود کردن از مرده شستن. یه روزی منم همینجوری میفتم رو تخت، جوونم برید ببین تو قبرستون چقدر جوون ناکام، به والله قسم اینها هم نمیدونستن یک دقیقه دیگه قراره بمیرن. مثل من و تو سرمست زندگی بودن. الان فکر میکنی بمیری یه دقیقه دیگه؟ نه. اونم فکر نمیکرد وقتی هم موتور خورد زمین، اونم فکر نمیکرد وقتی داشت خیابون رد میشد، اونم فکر نمیکرد وقتی سکته کرد افتاد. سرمست زندگی بود. مرگ ویژگیش خرمال کردنه، راه بازگشت هم خدا شاهده نداره. هی تو قرآن میگه منت میکشن بذار برگرد. این چرت و پرت که تلویزیون نشوندن نگاه نکن، روحه میره میچرخه اونجا، میره کل سیر و گلکاشو میکنه، دختربازیشو میکنه، اون نمیدونم فلان، بعد دوره برمیگرده آی من آدم شدم. این خبرا نی، خرمال میکنن. حضرت نوح گفت بذار برم تو سایه بشینم، گفت نه وقتت رسیده، برم تو سایه. حضرت سلیمان به عصا تکیه داده، گفت بابا اینجوری همین، گفت نه وقتت رسیده. سلیمان نبی که ملکت معروفه. من اندازه اون هدهد حضرت سلیمان هم دخل و تصرفی توی هستی نداریم. نگاه دنیا یه جوری سرمستانه زندگی میکنه، نمیخواد بمیریم. ما مرگ شوخی ندارن با یاد من. وقتی نکیر و منکر بیان بالا سر سوال به پیچمون بکنن، وقتی ببینیم همه رفتن یه اشکی ریختن، اونم به خاطر خودشون گریه کردن، به خاطر دلتنگی های خودشون. اونا وقتی ماشینشون هم گم کنن گریه میکنن، به تو عادت کرده بودند، یه سال بعدم یادشون میره. میذارن تو میمونی و اعمالت که تجلی پیدا میکنه در قالب اون عذابهایی که سراغت میاد. عزیزمون دیشب فرمودن محب اهل بیت آتش دوزخ نمیبینه. من به شما بگم چون منظورشون احتمال بسیار زیاد این نبود. محب اهل بیت در جهنم خالد نمیشه، یعنی دائم تو جهنم نمیمونه. روایت میگم تنتون بلرزه، میخوام تنتون بلرزه. حضرت امیر فرمود امیرالمومنین، من نمیگم حرف علی سختتونه، به امیرالمومنین اشکال وارد کن. حضرت فرمود برخی از محبین ما هستند که 300,000 سال از عذابشان در بالاترین طبقه دوزخ میگذرد، آنگاه ما اجازه شفاعت مییابیم. محب اما نماز نخونده، محب اما زنا کرده، محب اما دزدی کرده، محب اما نزول خورده، خالد در جهنم نمیشه. 300,000 سال هم نمیدونیم به این سالا گفت آقا یا به اون سالای این دنیا یا اون دنیا. 5 مرتبه تسبیحت میکنن تو همین دنیا گناه کرده باشی، صاف. خوش به حالت که تو همین دنیا با بلایا و مصیبت ها صاف میشی. نشه لحظه مرگ آخ میگه مثل پنبه از خار مغیلان کندنه. خیلی سخت، خیلی سخت.
نشدی بهش یا جهنم برزخی تا روز قیامت یه جا هست دیگه. تو بهش برای خوبا که پاک شدن، جهنم برای کی؟ او بدا خطاکارا. هم محب اهل بیت ها تو دنیا پاک نشد، میره بالاتر، پاک نمیشه. روز حشر گفتم مثل تیر توی تیردون دنبال یارو میگرده. اون داستان زبون طرف در اومده تو اون هیروبیت زیر دست و پاها گیر کرده. چی بوده؟ غیبت میکرد. نمیتونه بگه شکم یارو گنده 2-3 روز زمین کشیده میشه، شکم باره بوده. میره خونه میبینه خانمشون غذای مورد علاقهشو درست نکرده، اخلاقش چی دیگه میشه. شکم باره است این آدم، شکم پاره میشه. اونجا صاف نشدی خیلی اوضاع خرابه. 4 مرحله گذرنده، میری بالاترین طبقه جنت. بالاترین بهترین جاشه. تو اون 70 هرچه پایین تر بیاد درکاته، بدتره. میگه 300,000 سال. امام صادق فرمود لن تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاة. کسی که نماز و سبک بشمره شفاعت من امام صادق نمیرسه. بابا میفهمی؟ نمیرسه. لن تو زبان عربی نفی الا الابد، تا ابد دیگه نمیتونم کاری کنم من امام صادق. بابا دستمو باز بذار بخون. شوخی داره؟ این خدا رو به خدایی قبول نداشته، سجده نکرده به خدا. شیطان که رانده شد به جز یک خطا نکرد، خود را به سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 بار به حسبی نماز، او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد. خدا رو به خدایی قبول نداره، بره بهش کجا بره؟ پس عشق به اهل بیت، عشق به حسین علیه السلام ما رو شبیه او میکنه. این محبت واقعیه. به نظر من جز ولد الزنا کسی نمیتونه بغض اهل بیت داشته باشه. مگه چه بدی کردن؟